یکی از پلیدترین کارهایی که یه نفر تو رابطه باهات میتونه انجام بده گسلایتینگه. ما تو فارسی معادلی واسه این کلمه نداریم، ولی انقدر رایجه و انقدر پلیده که لازمه همون بدونیم مفهومش، کانسپتش چیه. فرض کن میری گوشی پارتنرتو چک می‌کنی، می‌بینی داره بهت خیانت میکنه. وقتی بروش میاری برمیگره بهت میگه تو چرا گوشی منو چک کردی؟ تو نباید گوشی منو چک می‌کردی، اصلا اشتباه از توئه که گوشی منو چک کردی. در واقع تو گسلایتینگ طرف مقابلت کاری میکنه که تو به درک خودت از واقعیت شک بکنی، به خودت شک بکنی، به دونسته ها شک بکنی. یعنی با خودت بگی نکنه من واقعا این همه سال داشتم اشتباه میزدم، نکنه این داره راست میگه، نکنه اصلا خیانت رو بیخیال، من نباید واقعا گوشو چک میکردم، کار زشتی کردم که گوشو چک کردم. یا مثلا فرض کن میری مهمونی، بعد میبینی پارتنر داره با یه نفر دیگه هی میرقصه، هی نزدیکه باهاش. وقتی بهش میگی چرا انقدر داری با اون میرقصی، میگه تو چرا به من اعتماد نداری. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه رقصیدن با این نفر دیگه، تو کدوم دره‌ای داری زندگی میکنی؟ تو پشت کدوم کوهی داری زندگی میکنی؟ اینکه پسرا بیشتر گسلایت میکنن دخترا رو یا دخترا بیشتر گسلایت میکنن پسرا رو نمیدونم، آماری هم ازش نیست، ولی از اونجایی که پسرا معمولا منطقی تر میتونن حرف بزنن، قانع بکنن، احتمالاً پسرا بیشتر گسلایت میکنن دخترا. خلاصه که مواظب باشین که گسلایت نشین.